مطمئنم تو عمرتون تا حالا حداقل یک بار گل یا پوچ بازی کردید. امروز اومدیم یه برنامه معرفی کنیم تا بتونید گل یا پوچی که جدیداً مد شده رو به صورت حرفه‌ایش بازی بکنید. خب وارد این برنامه میشید. اسم برنامه گل یا پوچ، داخل مارکت هم هست، میتونید برید نصبش بکنید. و این برنامه بازی گل یا پوچ نیست، فقط میاد مدیریت میکنه، انگار شما جای مهران مدیری نشستید و مدیریت گل یا پوچ رو در دست دارید. خب انواع کارت های سنگ مفت 2 تا، یه تیر و دو نشون، آنتن، دوئل، حذف یک دست، خالی بازی، گوی بزرگ و گوی سه دادا. هر کدوم از این کارت ها رو شما میتونید به دلخواه خودتون ویرایش بکنید، حذفشون بکنید. مثلا من گوی سه دادا و گوی بزرگ رو ندارم، برای همون حذف میکنم، وگرنه بقیه رو کاری بهش ندارم. یا مثلا دوست ندارم که 2 تا سنگ مفت داشته باشم، میخوام یه سنگ مفت داشته باشم، پس یکی رو حذف میکنم، اما به همین صورت میذارم بمونه. 9 تا کارت داره که من 2 تا رو حذف کردم، شد 7 تا کارت. خب بخش کارت ها رو میبندیم، بخش تنظیمات رو باز میکنیم. اینجا به یک سری تنظیمات دست پیدا میکنید. امتیاز لازم برای برد میتونید 9 10 حتی بیشتر از این هم یا کمتر بکنید که حداقل میتونید 5 بکنید و بالاتر هم میتونید ببرید که حد اکثر امتیاز رو که در فینال گل یا پوچ داشتیم 21 بود. خب من روی همون 9 معمولیش قرار میدم. تعداد بازیکن‌ها رو میتونید تا 10 تا افزایش بدید و تا 2 تا هم پایین بیارید، یعنی تک به تک. خب من رو هم روی 6 تای معمولیش قرار میدم. تعداد کارت‌های هر تیم که میتونه داشته باشه چند تا میتونه باشه؟ 6 تا. دقت بکنید که ما کلا 7 تا کارت بیشتر نداریم و کمترین کارتی که میتونیم داشته باشیم 0، یعنی بدون کارت بازی بکنیم. خب من میذارم روی 4 تا کارت. زمان گرفتن گل در حالت عادی، در حالت عادی یعنی شاه گل نباشه، 1 دقیقه و 30 ثانیه، همون زمانیه که در برنامه گل یا پوچ هم بود. و زمان گرفتن شاه گل 3 دقیقه هستش. خب تنظیمات میبینی، امکانات رو باز میکنیم که میتونه پخش خودکار کارت ها باشه و مکعب امتیاز هم داریم. با این کاری نداریم، وارد شروع اون قسمت پایین قرمز رنگ میشیم. اینو که بزنیم، دوئل آغازین بازی میخواد اجرا بشه. قبل شیر یا خط رو باید بندازیم. از یه تیم میپرسید که شیر یا خط و از این حرفا و اینجا اینو میزنید. خب خط افتاد، میدونید که میتونید شیر و خط رو دارید اینجا. خب به طور مثال تیم اول بازی کنه، تیم دوم بازی کنه، گل دست هر که افتاد اینجا انتخاب میکنید. مثلا گل افتاده دست تیم اول، روی اون کادر قرمز رنگ تیم اول کلیک میکنم. خب بازی آغاز میشه. میبینید که تیم اول کنار آدمکاشون 2 تا مشت هستش که یعنی اونها داره گل هستن و تیم دومی که سمت چپ هستش باید حدس بزنن. اون بالا میتونید روی نوشته تیم اول و تیم دوم کلیک بکنید و اسمها رو تغییر بدید به انتخاب خودتون، مثلا تیم محمد، تیم مصطفی و از جور حرفا. خب بازی اینا گل پخش میکنن اینها. شما شروع زمان رو، یعنی اون زنگه میشه شروع زمان رو که بزنید، حالا صدام داره دیگه. خب خالی بازیاتون رو میدید. از کارت هم میتونید استفاده بکنید، کارتتون میتونید ببینید یه خالی بازی دارید، یه حذف یک دست دارید، یه تیر و دو نشون دارید و یه آنتن دارید. من از کارت نمیخوام استفاده کنم. خب پوچ میدم اینا. و این بالا روی گله که بزنید شما میگه گل گرفته شده، گل رو تک ضرب گرفتن یا گل نگرفتن. اگه من بزنم گل نگرفتن، یه امتیاز به تیمی که گل داشته میده، همونطور که مشاهده کرد. دوباره گل دست این هاست، شروع زمان رو یا گل پخش کردم اینا، من شروع زمان رو میزنم. 3 خالی بازی داده میشه. از کارت مثلا آنته میخوام استفاده کنم، اینجا میاد یه توضیح برای من مینویسه که حقیقت رو از یک نفر میتونی بپرسی که با بله و خیر میتونی جواب بده. اینا باشه رو میزنم دیگه، نمیتونم از کارت استفاده کنم. همونطور که میبینیم میگم استفاده، میگه هر دست فقط از یک کارت میتونید استفاده کنیم. مکعب امتیاز رو میتونید بذارید که میگه در یک دست نمیشه هم از کارت هم از مکعب امتیاز استفاده کنید، یعنی قانون ها رو اومده رعایت کرده. خب من پوچ میدم و مثلا گلو میگیرم.
رسیدیم به شاهکل. اگه بالا نوشته رو دقت بکنید نمیشه شاهکل. شروع زمان اینه که 3 دقیقه است، 6 تا خالی بازی داریم و از کارت هم ما نمیتونیم استفاده بکنیم. مکعب امتیاز هم همچنین و اگه شاهکل گرفته بشه 3 امتیاز از حریف کم میشه، اگه نگرفته باشه این و این اولمون برنده میشه. این بود از کل ماهیت این برنامه که میتونه شما رو به شما کمک بکنه تا گلیاهوش رو در جمع‌هاتون با هیجان بیشتری بازی بکنید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید. اگر از این نوع محتواها و بازی‌های ایرانی خوشتون میاد میتونید کانال من رو و کانال من رو به حساب دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید و اون زنگوله هم اگه بزنید، اگر من ویدئویی بذارم شما اولین نفری هستید که میاید و این ویدیو رو میبینید. تا ویدئوی دیگه، خدا نگهدار.